خدمت قپیده نتونستم. گفتم می دریجه یگان کس گپی راست نمیگه، همه گپ. این زن برای گم شدن دخترش گریه می کند. فرزند او شاهده محمد جانو به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش‌های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جانو تا این دم بی نتیجه بوده است. وحدت رفتم، وحدتمون نمیدونم عدل ششم عدل چیه، همونجا رفتم. پاپکا در دستش برآمد. بعد گفت که نمی آدمای. بعد گفتم، بعد من نزدش رفتم، میخوای نگاه کردم. گفت که 1 دقیقه بیستی، 1 دقیقه بیستی. با عبرت ندار آمد. مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جانو و یگان شرح نمیدهند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بی‌درک شدن محمد جانو یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می‌فرستند. شاهده محمد جانو مادر شیرزاد محمد جانوف بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شیرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. چند باری که مادر مرا به شعبه‌های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنی کره گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت تسینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه. دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانو و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد. خواهش من همینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق، طلب دارم که در جان بدن دختری من گپ زنن. سازمان‌های حامی حقوق و گروه‌های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می‌کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.